با سلام دوستای عزیز، به چنل ایردراپ هانت خوش اومدید. امروز میخوام یه پروژه جذاب بهتون معرفی کنم که خود شبکه BNB و بایننس لبز روش سرمایه گذاری کرده. قبلا ویدیوی سایدکیک رو با هم دیگه رفتیم. الان میخوایم در مورد ووی داتایو حرف بزنیم، یک صرافی غیر متمرکز که علاوه بر اینکه خودش صرافی میاد و از صرافی‌های مختلف استفاده میکنه که کار شما رو راه بندازه و بریج میزنه به عبارتی. حالا اگه به لینک تری بریم و به وبسایت این مجموعه سر بزنیم، همون سردر وبسایتش هم نوشته که توسط بایننس لب سرمایه گذاری شده و یک نوع حالت صرافی داره که میتونید داخلش کار تبدیل ارزهای دیجیتال به هم دیگر انجام بدید که اینجا میبینید. حالا رودمپ پروژه است که مشخصه. سرمایه گذارهای دیگهش که غیر بایننس لب 7 تا سرمایه گذار دیگه هم داره و شما میتونید کار تریدینگ رو داخلش انجام بدید. وارد صرافیش هم که بشید، اینجا میتونید جفت ارزها رو ببینید و انتخاب کنید و کار ترید رو انجام و اینجا میتونید جفت ارزها رو ببینید و انتخاب کنید که میخواید روی چه ارزی کار ترید رو انجام بدید. ارزهای مختلفی هم هست. به هر حال ما هیچ توصیه‌ای به انجام ترید داخل وبسایت خودش اینکه این کار رو انجام بدید یا نه نداریم. ما میایم قسمت ایردراپش رو بررسی میکنیم. وارد رباتش که میشید یه همچین صحنه آورد برام، برای اینکه شما بهتر متوجه بشید قضیه چیه. الان من یه معامله باز کردم لانگ، یعنی من روند رو سودی تشخیص دادم، ولی روند چی شده؟ روند اگه مینیت رو نگاه کنید نزولی شده، اصلا موردی هم نداره. من این کلوز رو میزنم، معامله رو میبندم که با همدیگه بریم سراغ آموزش کامل این بخش. دوستان نگاه کنید، اینها که این پایین مشخص کرده سکند، یعنی هر ثانیه چارت رو دنبال میکنه. منت دقیقه، hourly ساعت، دی روزانه و ویک چارت هفتگیش رو نشون میده. الان اگه چارت هفتگیش رو بزنید حرکت بیت کوین به این صورته، اگه چارت روزانه‌ش رو بزنید فرق میکنه. حالا شما اگه تریدر خیلی قدری هستید، مثلا میتونید توی تایم های پایین تر هم بزنید، ولی معمولا همون آورلی رو ما انتخاب میکنیم و اینجا دو تا دکمه میبینید، لانگ و شورت. لانگ یعنی چی؟ یعنی شما تشخیص دادید که روند قرار صعودی بشه و رو به بالا، یعنی قیمت بیت کوین که اینجا مشاهده میکنید وقتی لانگ رو بفشارید تشخیص شما اینه که قرار قیمت بیت کوین بره بالا، و اگه شورت رو بفشارید یعنی قرار قیمت بیت کوین نزولی بشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ $100 از این دلار مجازی شما کم میشه. این بالای دلار مجازی است که اینجا براتون مینویسم، تتر هست، ولی ویتی یا ویتون سکه های داخل بازی شماست. شما این سکه ها رو میتونید دشت بکنید. مثلا اینجا من میام یه دونه معامله لانگ باز میکنم، یعنی تشخیص من اینه که روند قرار صعودی بشه و از این نقطه بره بالا. خب حالا 13 سنت رفت بالا، من اینو میبندمش. شما میتونید معامله باز کنید و سکه های خودتون رو زیاد کنید یا همون ورچوال USDT
خودتون رو، دلار مجازی خودتون رو بیشتر کنید تو این بازی دیگه. اون هم بستگی به این داره که چقدر حرفه‌ای باشید و بخواید معامله رو چجوری باز کنید. لورجش هم روی 50 و $100 رو درگیر میکنه. اینجا میتونید ارز دیگه غیر از بیت کوین انتخاب کنید بالا، BTC، اتریوم، تون، و روی اونها معامله رو ببندید. یه قسمت اوتو ترید داره که شما وقتی روزانه به ربات سر میزنید یه ضریبی میگیره اینجا، و اگه مثل من یه روز یادتون بره سر بزنید این ضریب میاد پایین و دوباره از یک شروع میکنید. پس بهتره که روزانه سر بزنید تا این ضریب رفته رفته زیاد بشه و مقدار ماین شما هم زیاد میشه. دقیقا مثل تون استیشنه این قسمتش، و هر 8 ساعت میتونید بیاید سر بزنید. اوتو ترید انجام میده براتون، یعنی اتوماتیک ترید رو انجام میده. یه بخش تپ داره که شما میتونید واردش بشید. اینجا براتون ورچوال تون، اینجا براتون ووی تون و ورچوال یو اس دی تی میده. اگه اون تخم مرغ رو داد حتما بگیریدش. فعلا توی این بازی نداده، ولی گاهن یه تخم مرغی هست اونو میده که اینجا قراره نشون داده بشه. اینا باید دونه دونه کلیک کنید و دشتش کنید. خب یه قسمت کوست داره که تسکاشو انجام میدید و جایزه میگیرید و میتونید دوستاتون هم 5 نفر دعوت بکنید به این ربات. شما اگه الان شورت رو بزنید و این بیاد پایین، نمودار بیاد پایین، مقدار دلار مجازی شما قراره رشد پیدا کنه که اینجا من مثلا روی 6 سنت سود میبندمش که روی 12 سنت بسته میشه. همین که بخواید معامله باز کنید اینجا 100 تا از شما کم میکنه و اگه کلا ببازید کل اون 100 تا از بین میره، ولی اگه ببرید اینجا می‌نویسه که چقدر بهش اضافه میشه. دوستان پروژه خوبیه، روش سرمایه‌گذاری صورت گرفته. 8 تا شرکت هم پشتیبانیش میکنن که با هم دیگه بررسی کردیم. بازم سوالی داشتید مطرح کنید، ویدیو هامون رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب یادتون نره. موفق و مؤید باشید.